گفتند مرگ پایان است، اما شاید آغازی باشد در آتش عشق. آتشی که از دیدار شمس در جان مولانا شعله‌ور شد. درود بر شما، به رهسپار داستان خوش اومدین. لطفاً لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایب یادتون نره. و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید. بریم که بشنویم. قونیه سال 642 هجری قمری. شهری پر هیاهو و آکنده از شور، جایی که زمزمه های صوفیان و نغمه های علم و فقه در هم تنیدند و در میان این همه نامی هست که می درخشد و بر همه نام ها سایه می افکند. جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولانا، دانشمندی که حکمت را در کتاب ها می جست و شیخی که شاگردانش او را چراغ راه می دانستند، اما خلأی عمیق در دل داشت. ولی سرنوشت چیزی فراتر از این برای او رقم زده بود، چیزی که هنوز خود از آن بیخبر بود، تا اینکه مردی از دیار دور از راه رسید. شمس الدین محمد تبریزی، عارف و صوفی به نام. نگاهش در جستجوی نوری بود که جانش را آرام کند. گویی سالها در میان سایه‌ها به دنبال رازی گم شده سرگردان بوده است. او به دنبال حقیقتی می‌گشت که تنها در انعکاس روحی همتراز می‌توانست آن را بیابد و این جستجو او را به سوی مولانا کشانده بود. می‌گویند که شمس روزی با خضر نبی دیداری داشته و از او پرسیده بود در این دنیا چه کسی را شایسته دریافت حقیقت می‌دانی؟ و پاسخ شنیده بود جلال الدین محمد بلخی. شمس این پاسخ را همچون نشانه از آسمان پذیرفته و راهی قونیه شد، بی آنکه بداند این سفر نه تنها زندگی مولانا را بلکه مسیر او را در تاریخ برای همیشه دگرگون خواهد کرد. شمس در کوچه های قونیه قدم میزد. نگاه تیزبین و جستجوگرش در پی کسی بود که بتواند عمق حقیقت را دریابد. او میدانست که باید مولانا را پیدا کند. در هر قدمی که برمی داشت احساس می کرد که به آغوش اسرار نهفته نزدیکتر می شود. ناگهان در یکی از محافل علمی و پرآوازه‌ای که مولانا در آنجا به تعلیم و تدریس مشغول بود، چشمانش به مولانا افتاد. نگاه آنها در هم گره خورد. لحظه‌ای که زمان ایستاد و جهان به آرامش رسید. در آن نگاه شمس چیزی را یافت که سالها در جستجویش بود و مولانا هم همان لحظه به جرقه‌ای از حقیقت رسید که سالها در درونش خاموش بود. مولانا در آن لحظه‌ای که با این مرد ناآشنا روبرو شد، احساس کرد که چیزی عمیق‌تر از یک آشنایی سطحی در این برخورد نهفته است. شمس بی آنکه حرفی بزند به سمت او رفت. همان لحظه شمس کتاب‌های مولانا را از دستانش گرفت و آنها را به آرامی در آب انداخت. مولانا با حیرت پرسید چرا این کار را کردی؟ شمس با لبخند گفت دانشی که تو را به حقیقت نرساند بار سنگینی است بر دوش تو. و این گونه بود که دیدار آنها به شروع یک سفر معنوی تبدیل شد. اما این تنها آغاز بود. شمس مکسی کرد و پرسید بایزید بسطامی بزرگتر است یا پیامبر؟ مولانا بیدرنگ پاسخ داد بیشک پیامبر. شمس تبسمی زد و گفت پس چرا پیامبر می‌فرماید خدایا آنگونه که شایسته بود تو را نشناختم، اما بایزید میگوید منزه است من چه شأن بزرگی دارم. مولانا سکوت کرد. این پرسش او را به تأملی عمیق فرو برد. شمس ادامه داد بایزید جامی کوچک بود که با جرعه‌ای از حقیقت لبریز شد و فریاد برآورد
اما پیامبر دریایی بیکران بود که هرچه بیشتر می نوشید تشنه‌تر می شد. این جمله دریچه‌ای تازه در ذهن مولانا گشود، راهی که دیگر بازگشتی نداشت. از آن لحظه دیگر هیچ چیز مانند قبل نبود. مولانا فقیه پرآوازه قونیه دیگر تنها یک عالم نبود، چیزی در جانش شعله‌ور شده بود. دانش کتاب‌ها رنگ باخت و آتش تازه در وجودش زبانه کشید. آتشی برای حقیقتی که شمس پرده از آن برداشته بود. دیگر صدای او در حلقه درس‌ها همان طنین پیشین را نداشت. گویی کلماتی که می‌گفت پیش از آن که بر زبانش جاری شوند از آتش درونش عبور می‌کردند. قونیه نظاره‌گر مولانایی بود که در شوری بی سابقه می‌سوخت. راهی بی بازگشت. پیوندی ژرف میان مولانا و شمس شکل گرفته بود. آنها روز و شب را در خلوت به گفتگو و سیر در معارف الهی می‌گذراندند. گویی در جهان دیگر سیر می‌کردند، اما این دگرگونی ناگهانی بی‌واکنش نماند. شاگردان و اطرافیان مولانا که پیشتر او را فقیهی بزرگ و استادی پرمشغله می‌دیدند، از این تغییر حیرت زده بودند. می‌گویند روزی یکی از شاگردان با نگرانی نزد مولانا آمد و پرسید: استاد، چرا دیگر درس نمی‌دهید؟ چرا مجلس وعظ و فتوا برپا نمی‌شود؟ مولانا که دیگر همان مرد گذشته نبود، تنها لبخندی زد. سخنی نگفت، اما نگاهش گویی پاسخ تمام پرسش‌ها بود. این فقط آغاز راه بود، راهی که از مدرسه تا سماع، از کلمات تا آتش عشق و از عقل تا بیخیشی ادامه داشت. پس از ورود شمس تبریزی، زندگی مولانا رنگ دیگری گرفت. تغییرات او آنچنان عمیق بود که نه تنها مردم قونیه بلکه خانواده‌اش نیز حیرت زده شدند. همسر و فرزندانش که تا دیروز مولانا را استاد فقه و عالم بزرگ شهر می‌دانستند، حالا می‌دیدند که او بیشتر وقت خود را با شمس در خلوت می‌گذراند. تدریس، فتوا و مجلس وعظ را رها کرده بود و گویی در جهانی دیگر سیر می‌کرد. اما در این میان کسی که بیش از همه از این رابطه دلخور و خشمگین بود، علاءالدین پسر مولانا بود. او نه تنها این دگرگونی را بر نمی‌تابید، بلکه به شمس نیز بدگمان شده بود. به خصوص که زمزمه‌هایی از حسادت و نفرت در میان شاگردان و اطرافیان مولانا نیز پیچیده بود. حسادت، خشم و سوء ظن در شهر بالا گرفت. دشمنان شمس که هر روز بر تعدادشان افزوده میشد، در نهان و آشکار از حضور او ناخشنود بودند. گفته می شود که حتی برخی به فکر توطئه افتادند. فضای سنگین و مسمومی که بر قونیه سایه انداخته بود، شمس را به این نتیجه رساند که دیگر جایی در این شهر ندارد. پس قونیه را ترک کرد و بی آنکه به کسی بگوید ناپدید شد. با رفتن شمس گویی طوفانی در دل مولانا برخاست. او که پیش از این در محضر شمس نور حقیقت را دیده بود، حالا در تاریکی فقدانش فرو رفته بود. روزها به دنبال نشانی از او می‌گشت و شبها در تنهایی و اندوه می‌گریست. گویی جهان برایش بی‌معنا شده بود. اما یکی از تأثیرگذارترین اشعاری که در این دوران سرود، آغازگر سفری تازه برای او شد. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. این شعر که بعدها آغاز مثنوی معنوی شد، نشان از درد عمیق جدایی داشت. مولانا در این دوران به شعر و سماع پناه برد. می رقصید، می سرود و اشک می ریخت. قونیه دیگر مولانای پیشین را نمی شناخت. او دیگر آن فقیه آرام و متین نبود، بلکه عاشق سوخته دلی بود که جهان را تنها در پی
معشوق خود می‌دید. روزها از رفتن شمس گذشته بود، اما مولانا همچنان به دنبال رد پایی از او می‌گشت. دیگران فقیه سختگیر گذشته نبود. سماع، موسیقی، شعر، همه چیز برایش رنگ و بوی دیگر گرفته بود. او که روزگاری تنها به تدریس و قضاوت می پرداخت، حالا در نغمه‌های عشق غرق شده بود. میگویند روزی در همان حالی که کوچه به کوچه شمس را جستجو می‌کرد، گذرش به بازار مسگرها افتاد. ضرباهنگ چکش‌های مسگرها که بر ورق‌های مس فرود می‌آمد در گوشش طنین انداز شد، اما نه تنها به عنوان صدای کار، بلکه همچون آوایی آسمانی، ریتمی که از جان هستی می‌جوشید. لحظه ای ایستاد، چشمانش را بست، ضربه ها در جانش نشست و ناگهان بی اختیار به سماع برخاست. بازاریان حیرت زده دست از کار کشیدند. مسگران چکش‌های خود را پایین آوردند و به تماشا نشستند. اما چیزی در آن رقص بود، چیزی ماورایی، انگار که خود عشق در قالب مولانا به حرکت در آمده بود. مسگران، رهگذران، کسبه، همه مسحور این سماع شدند و بازار میدانی از شور سماع گشت. رقص حلقه‌ای شد از روح‌هایی که در آتش عشق می‌چرخیدند. بازار مسگرها که روزی پر از هیاهوی تجارت بود، حالا در هیاهوی عشق می‌سوخت. دیگر نه مولانا همان مولانای گذشته بود و نه جهان همان جهان پیشین. او خود شمس شده بود. سماع برای او پروازی بود از خاک تا افلاک. موسیقی را نه به گوش که با جان میشنید و در هر چرخش جهانی را در خود میدید. عشق حقیقتی بی پایان شده بود که در نغمه‌های دف و نی، در گردش پاها و در طنین قلبش میتپید. در یکی از همین روزها، هنگامی که مولانا در مجلس سماع غرق در جذبه و شوق میرقصید، حادثه ای رخ داد که نگاه ها را به خود جلب کرد. مردی مسیحی که بوی شراب میداد و مست به نظر میرسید، ناگهان خود را به درون حلقه سماع انداخت و با حرکاتی نامتعادل نزدیک مولانا شد. شاگردان و اطرافیان که این صحنه را دیدند برآشفتند و شتابان به سمت او رفتند تا او را از مجلس بیرون کنند. اما در میان آن همه صدای آرام اما پرصلابت مولانا برخاست. گفت: او مست است، اما شما که مست نیستید، چرا با او چنین رفتار می‌کنید؟ سکوتی سنگین بر مجلس افتاد. همه در حیرت به مولانا نگریستند. او که از مستی حقیقی سخن می‌گفت، حقیقتی را آشکار کرد که از نگاه بسیاری پنهان مانده بود. مستی آن نبود که در آن مرد می‌دیدند، بلکه مستی می‌توانست آن شور و جذبه‌ای باشد که روح را از خاک بر می‌داشت و به آسمان می‌برد. مولانا که دیگر همان مولانای پیشین نبود، نگاهی تازه یافته بود. گویی حقیقتی نو در جانش طلوع کرده بود. دنیایی که پیشتر می شناخت دیگر به همان رنگ نبود. چیزی در درونش دگرگون شده بود. سفری درونی آغاز شده بود، سفری که راهش از میان وادی‌های ناپیدا می‌گذشت. عشق او را به وادی‌های ناشناخته می‌کشاند و هر لحظه آتش این فراق در جانش شعله‌ور می‌شد. گویی در دریایی از آتش افتاده بود و هر لحظه بیتابش می‌کرد. کوچه به کوچه، شهر به شهر، دیوانه‌وار در پی او گشت، تا تبریز، تا حلب، اما هیچ جا او را نیافت. دیگر شمس در بیرون نبود، اما آتش حضورش در درون مولانا زبانه می‌کشید و آنگاه بود که حقیقتی ژرف بر او آشکار شد. شمس هیچگاه از او جدا نشده بود. او در خود شمس را یافت. شمس در وجودش حلول کرده بود، در کلماتش، در افکارش، در جانش، و اینگونه در این التهاب و اشتیاق شعرهایش شکوفا شد. در فراق یار سرود و سرود،
آنچنان که گویی شمس از زبان او سخن می گفت. عشق و شوری که از این جدایی زاده شد جانمایه‌ای شد برای دیوان شمس تبریزی و مثنوی معنوی، آثاری که نه تنها شرحی از درد فراق بودند بلکه نور حقیقتی را که شمس در دل مولانا افروخته بود به جهان هدیه کردند. شمس دیگر در قونیه نبود، اما در هر بیت و هر نغمه، در هر سماع و هر واژه زنده تر از همیشه بود. شمس نوری را در جان مولانا افروخت که هرگز خاموش نشد. مولانای فقیه و مدرس دیگر تنها یک عالم نبود، او انسان دیگری شده بود. سماع، موسیقی و رقص را نه تنها به عنوان حرکات ظاهری بلکه به عنوان تجلی عشق و وصال درک کرده بود. او فهمید که حقیقت نه در سکوت و انزوا که در شور و حرکت، در رقصی بی پایان با هستی نهفته است و این حقیقت را تنها در دل خود نگاه نداشت بلکه آن را به شاگردانش، به مریدانش و به تمامی جویندگان حقیقت انتقال داد. این نور، این شور، این جنون عاشقانه از مرزهای زمان و مکان گذشت. قرنها از آن روزها می‌گذرد، اما هنوز کلماتی که از لب‌های مولانا جاری شد دلها را می‌لرزاند. هنوز حکایت‌های برخاسته از اشعارش راهی به جان مشتاقان باز می‌کند. هنوز جوانانی هستند که در آوای غزل‌هایش گم می‌شوند، در چرخش سماعش حقیقت را جستجو می‌کنند و در هر بیتی که می‌خوانند آتشی از عشق را در وجود خود حس می‌کنند. و شاید این همان معجزه‌ای باشد که شمس برای مولانا به ارمغان آورد، نوری که تنها در یک انسان باقی نماند بلکه از نسلی به نسل دیگر و تا بی نهایت امتداد یافت. پس از سالها سلوک، شوریدگی و اشتیاق، مولانا جلال الدین در سال 672 هجری قمری در قونیه چشم از جهان فرو بست. اما این پایان نبود بلکه پیوستن به یار بود. برای او مرگ نه فنا که وصل بود، نه خاموشی که شعله‌ای دیگر بود. شب وفات او را شب عروسی می‌خواندند، شبی که جانش به سوی ازلیت پر کشید و حقیقت برای او نمایان شد و آنگاه که یارانش در غم نبودنش به ماتم نشستند، صدای او در میان صفحات اشعارش پیچید. مرگ ما هست عروسی ابد، سر آن چیست هو الله احد. دوستان عزیزم، امیدوارم از این روایت لذت برده باشید. البته حکایت شمس مولانا پر از رازهای نگفته است. اگر براتون جالب بود لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از من حمایت کنید. تا روایت دیگر، بدرود.